سلام رفقا، من دوره با یه ویدیو دیگه، ولی من توی این ویدیو یوتیوب یه کانالی دارم که واسه خنده است و ویدیو خنده دار میذارم تو یوتیوب. بعد من قصدم نبود این کار انجام بدم، ولی یارو من گفتش من اینجا وای میستم چی تورنمنت. هنگامی که اینجا وای میستم این چاپر نمیترکه. خب آره، توی سیزن 11 این اتفاق افتاده. خب این چاپر رو بذاریم کنار، با این چاپر کار نداریم، چون واقعا راست میگه این اتفاق میفته و توی همین کال آف دیوتی موبایل اینجوریه. توی سیزن 11 ش الا من قدیما رو امتحان نکردم، ولی خب این ویدیو دیدم شاخکم فعال شده، رفتم امتحان کردم، حاجی پشکام شد این اتفاق. از این ویدیو که از این موضوع که بگذاریم میخوره جلوتر اومد نشست اومد گفت این من توی این ارتفاع بیفتم هیچی نمیشه. من اومدم گفتم داداش این کوله که این شما میبینید هرچی پلیری میفهمه که اون کوله 10,000 متر بالاتر نمیمیری، به خاطر اینکه اون کوله این خاصیت داره که بیای بالا باش و همچین چیزی اتفاق نمیفته، یعنی نمیفته. خب اینجا یه دونه علامت رو میبینید که اگه اونو بزنید بال باز میکنه میاد پایین، در هر صورت نمیمیره. ولی خب مثلا با شما یه چیزی نمیستیم کاتونا آن رو دستتون بگیرید و بیاد پایین، خب معلومه که میمیرید، اون 100% میمیرید. یارو حالا میاد از آخر ویدیو شما کنین چی میگه. گل چه خبر آقا؟ خدا وکیلی اکتیویژن یا باکتیویژن با چاپر اومدم وسط توربین، انگار ننگار انتظار داشتم بهتره که از این بدتر از این فاصله افتادم پایین، اصلا انگار ننگار صحیح و سالم. خب دوست عزیز، بات عزیز من، این کولی که گذاشتی تو اول ویدیو گفتم بهت این به درد نمیخوره داشت من، اصلا نمیتونی کار بچه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. چند نفر سابسکرایبش کردن خب معلوم نیست، چند نفر لایکش کردن خب معلوم نیست. خب این از این. من الان میرم وی پی ان رو وصل کنم. خب من این وی پی ان رو بتونم وصلش کنم. بچه این وی پی ان که من زدم روش بهترین وی پی ان هست. خب یه خورده ضعیفه بچه. من اصلا قصدی نداشتم ویدیو بگیرم، اول ویدیو دوباره بهتون گفتم اصلا قصد نداشتم ویدیو بگیرم، ولی خب هرس خوردم سر این موضوع. اشکال نداره، میریم سر این وی پی ان. اینجا یه خورده ایران وضعش اینجوریه، وی پی این خورده اشکال داره، دو به بعد اینترنت کولاک میکنه، اوضاعی نکن خواهشن. خب این وصل شد، بریم یوتیوب. چقدر داره اینو نمیدونم. خب میرم چقدر سابسکرایب داره. وای باز شد. من بهتون بچه اطلاع میدم، ویدیو رو میبندم فعلا. خب بچه خیلی خوشحالم وی پی ام وصل شد. این داخل یوتیوب 16 نفر داره کلن، آجی برگام کلن 16 نفر داره. ویدیوهاش این همه داره بازدید میشه ازش، این همه ویدیو داره ازش بازدید میشه. باشه تازه زده اوکیه، ولی سلام داشته گل چه خبر آقا؟ خدا وکیلی اکتیویژن یا باکتیویژن من تو کامنت داداش کوله بس بخشید دستم خورد این ویدیو لازم خواستم درستش کنم، دستم خوب شد. خب داشت اون کوله پشتت نمیذاره اینجوری بهتره. نوب بچه ها دوست داشتید این ویدیو رو سابسکرایب کنید، میگم سابسکرایب کنید این ویدیو رو. بچه سوتی دادم. این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بذارید روی آل. وای چرا نمیذارید؟ حالی به خوب باشه.
بسه. چرا؟ کامنت بگید. بچه کامنت بذارید در مورد این ویدیو اگه دوست داشتید که در مورد کالاف بهتون بگم، که بگی که من بهتون بدم مثلا ویدیو از کالاف بذارم براتون. رو بچه من پیامک حتما بهش میدم. خب نمیذارم اینجوری بمونه. من توی این در میام بیرون و میذارم همینجوری بمونه. خب بچه ها من توی همین بهتون گفتم یوتیوب